سلام دوستای خوبم. امروزم با یه شینیون ساده ولی جذاب دیگه در خدمتتون هستم. این شینیون با یه بافت کف سری که همون بافت فرانسوی هستش و پیچ درست میشه. به این صورت که گوش تا گوش رو جدا میکنیم و از کف سر بالای صدفی سر شروع میکنیم به بافت کف سری زدن. به این صورت که میبینید یه بافت ستایی ساده میزنیم، بعد شروع میکنیم از کناره ها بهش اضافه میکنیم. به همین راحتی یه بافت خوشگل کف سری که بهش بافت فرانسوی هم میگن انجام میدیم. از دو طرف یکی یکی بهش اضافه میکنیم. سعی میکنیم که یک اندازه باشه و تمیز. همینطور ادامه میدیم تا پایین سر. وقتی که تموم شد با کش میبندیمش. خب با کش میبندیم انتهاش رو و شروع میکنیم از کنار سر به زدن پیچ. خب ببینید یه تیکه بر میداریم، در واقع به 3 قسمت تقسیمش میکنیم. قسمت بالا رو 2 تیکه میکنیم و به صورت بافت پیچ در میاریم. به این صورت که میبینید و میبریم انتهاش رو به انتهای بافت فرانسویمون با لاینر اونجا فیکسش میکنیم. بعدی رو هم به همین صورت ببینید 2 تیکه میکنیم به وسیله 2 لاین 2 تا پیچ در واقع به هم دور هم میتابیم و با لاینر نگرش میداریم. در آخر انتهای موها رو به پشت موهامون اضافه میکنیم و با کش بهش میبندیم. به این صورت سمت دیگر رو هم به همین صورت انجام میدیم. باز هم 3 قسمتش میکنیم. و به صورت بافت پیچ اونو در میاریم و انتهاش رو در واقع فیکس میکنیم. خب بعد به وسیله سنجاق لاینرها رو بر میداریم و به وسیله کش اینها رو میبندیم. همه رو با هم یکی میکنیم پشت سر رو. ببینید به این صورت. خب وقتی که این کار رو کردیم موها رو به 2 قسمت تقسیم کنیم و هر قسمت رو هم باز هم به 2 قسمت تقسیم میکنیم. شونه کشی میکنیم، تیجی میزنیم، وزگیری میکنیم و اون رو به صورت یک پیچ بزرگ در میاریم. بافت پیچ بزرگ. انتهاش رو هم با کش میبندیم. قسمت دیگر رو هم به همین صورت توی هم دیگه تاب میدیم و انتهاش رو با کش میبندیم. خب هر کدوم از پیچ هامون رو پشت سر
حالت میدیم به این صورت. خب به وسیله لاینر رو محکم میکنیم. هر جا که دیدین باید محکم تر بشه وسیله سنجاق بزرگ محکمش میکنیم. بعدی رو هم برعکس تاب میدیم و انتهای کشش رو بر میداریم و اون رو انتهاش رو پشت موها مخفی میکنیم. به این صورت یک شینیون بسیار جذاب و در عین حال بسیار ساده و کاربردی به وجود میاد. به وسیله یک گل سر زیبا تزیینش میکنیم و تمام. دوستای خوبم اگه دوست داشتین، اگه تازه ویدیوی منو دیدین، منو ساب کنید، حتما زنگولرم بزنید که هر شینیونی که میذارم بهتون نمایش داده بشه. نظری پیشنهادی دارین حتما برام کامنت کنید. این هم شینیون زیبا تقدیم نگاه زیبای شما. خدا نگهدارتون.